درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 46. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. سیمای محبوب عینی همیشه پیش نظر من است. صدرالدین عینی با نفس گرم اثرهای خود نسل‌های جوان ما را تربیت می‌کند. عینی نه تنها پدر و استاد ادبیات تاجیک، بلکه پدر و استاد ادبیات تمام آسیای میانه می باشد. تشکر صمیمی به خلق تاجیک که چنین استعداد توانا داده است. بردی کربابایف. ادبیات امروزه تاجیک چون گلستان است که سالهای دراز پاسبانی ندیده و آبیاری نشده و محتاج آرایش و پیرایش بسیار است. من یقین دارم که استاد محترم در میان جوانان نورس و صمیمی تاجیک توده‌های ادبی تشکیل داده و برای توحید اصول ادبی زبان فارسی پایه‌های محکم استوار خواهند کرد. ابوالقاسم لاهوتی. عبدالقادر خواجه سودا بی پولی بخارایی. وفات 1290 هجری. از تذکیره صدر ضیا. سودا در اوایل عمر بیدل را پیروی کرد. این غزل از آن جمله است. از تحفة الاحباب. در حریم دل جفایی کیست رهبر تیغ را، گرچه نبود راه در سد سکندر تیغ را. موج می تا آب شمشیر ستم فرق نداشت، شوق پندارد به دست یار ساغر تیغ را. دانشت گر هست اسباب تعلق گو مباش، نیست لازم زیور گر هست جوهر تیغ را. در کف خوبان ز شاخ ارغوان نتوان شناخت، خون عاشق کرده رنگین پای تا سر تیغ را. از فسون تربیت‌های زمان ایمن مباش، روی بر سنگ است از دستی فسانگر تیغ را. می کشد خمیازه چون مخمور از شوق شراب، حسرتی خون است
در رگهای جوهر تیغ را. هر قدر قطعی تعلق کرد از هستی نرست، خم شد از باری گرانی قبضه پیکر تیغ را. از مواساهای صافی طینتان ایمن مباش، فتنه ها در طبع هموار است مضمر تیغ را. فتنه جویان جهان را تربیت کردن خطاست، چرخ از ماهی نواخر خورد بر سر تیغ را. طبع سودا پرز استحسان دونان تیره است، سنگ ناخوش از فسان سازد مکدر تیغ را. معنی در حلقه آن زلف و کاکل بستم، حجتی در صورت دور و تسلسل بستم. می توان از پیکرم موی خمی تصویر کرد، بس که در نقش میانی او تأمل بستم. سحر کلکم را تماشا کن که در نقش صدا از شکستی رنگ خود صد حشر غلغل بستم. از تقاضاهای دل پوشیدم چشمی هوس، تا از این دریا سلامت بگذرم پل بستم. غافل از رنگین ادایی های حسنش نیستم، گه نظر بر دل و گاه بر تغافل بستم. دل نشد سودا حریفی پاس ناموسی شکیب، باری این تهمت بجانی بی تحمل بستم. سودا در اطعمه شعرهایی بلذت دارد، از آن جمله است از تحفة الاحباب. به نیمروزی اگر گردد بساطارا پلو خان را، فروغی لنگری حیران کند خورشید تابان را. زبازی تیز چنگی اشتهای قازگیری ما، خلاصی نیست در صحرای لعلی مرغ بریان را. ز گردابی فنا بیرون کنی چون ما سرانگشتی، سحر در چای قیماقی شناور گر کنی نان را. ز خجلت با دلی صد پاره شد غرق عرق من تو، ز غوغای مگس من تو پزان بستند دوکان را. دلی پر دردی بادنجان به تاری گیسوی اگرا، چنان بربست کدبانو که حیران کرد
میهمان را. تنوری چرخ روز و شب، ز مهر و مه دو نان دارد. بدو نان سالها سامان عشرت دادد و نان را. شدن در گردنی قاشق، ردایی لخچک از مستی. ادا کردند گویا صوفیان حقی نمکدان را. صدف آسا ز دریای طبق، تشبیره بیرون شد. که چنگاری حریفان برد گوهرهای غلطان را. و پیشی شوربا نتوان ز جوشی اشتها دم زد. به این دعوا به میلی شعله روشن کرد برهان را. ز جوشی چای جوشم این ندا در گوش می آید. که چای تلخ روشن می کند طبعی سخندان را. به هر ناقابلی صد قابلی بخشند هر روزی. به صافی های دل باید دعاها کرد سلطان را. و نیز در اطعیمه خدم تا از عدم در عرصه ایجاد بنهادم. به امیدی تماشای رخی نان چشم بگشادم. نگردد از دماغم لذتی کوکو پلو بیرون. از آن روزی که پیری مطبخی داده است ارشادم. پلو با چای قیماقی مرا روز دو بس باشد. حریفان را بگو ماشا جان را با شما دادم. مرا از 6 جهت راه است پیشی دیده از اگرا. به تسلیم آرمیدم تا چی خواهد کرد صیادم. کشاکش‌های لخچک با پلو مستان نمی سازد. جنون دانسته از قیدی تعلق کرد آزادم. چلو بیهوده می سوزد دماغی اشتهایم را. پلو خاری قدیمم قابلی پروردی ایجادم. و فکری کج کلاهی های من تو رفتم از خود. رخی سنبوسه کی بیرون رود زاینه یادم. به وقتی اشتها تأخیری کدبانو نمی زیبد. مگر تشبیره را کر گشت گوش از جوش فریادم. ز لذات جهان جز خوردنی هایم نمی باید. قلندر مشربم بابای رندان است استادم. نشالله لیلی صاحب جمال و بنده مجنونم. مربا دلبری شیرین خصال و بنده فرهادم. غلامی همتی آنم که با خوردن بنا دارد.
در این معنی بله من سخت عالی همت افتادم. مرا هم هست میلی روزه و زهد و ورع، اما چی سازم قابلی چاشت را، عمریست معتادم. به یادی کله شب خوابم پرید، از دیده تا سودا سحر پیغامگی پا سوی مشتاقان فرستادم. سودا گاه شعرهایی خنده آوری مفلسانه می سراید و در این قسم ابیات خود بی پول تخلص می نماید. در این معنی غزل اولی دیوانی بیدل را تضمین و اقتباس کرده داد سخنوری را داده است. از تحفة الاحباب. به اوجی بی پولی کس پهلوی خرج است راه آنجا، سری مو خرج افزون تر کنی بیشکن کلاه آنجا. ادبگاهی خساست خرجی بی جا بر نمی دارد، چو همیان سر به مهری تنگمی بالد نگاه آنجا. ز طرزی مشربی امساک سیری بی نوایی کن، کی بی باکانه نتوان خرج کردن پری کاه آنجا. کنم قرضی به افسونی دلی بی مدعا بی پول، از آن ممسک که گر منکر شوم نبود گناه آنجا. از تذکیره صدر ضیا. آن که رنگی دارد و بوی خوشی دارد گل است، وان که او از شوق گل در باغ نالد بلبل است. پاره ماه به پیش قانعان قرصی مه است، کاسه آبی به چشم تشنگان آبی مل است. آنچه رنگی دارد از چشم غزالان نرگس است، وانچه بوی می دهد از زلف خوبان سنبل است. خواه قانی باش در دنیای دون، خواه حریص نفس را تا وقت رحلت بر سری خوان غلغل است. بانگ چغدن در سرای ما نوایی بربط است، قرقری لک لک پیامی ما صدای بلبل است.
آن که دارد مال و زر، اسباب و سامانی به دست، گرچه نادان است نزدی مردمان، عقلی کل است. گرچه پولداری است در عالم مناطی اعتبار، غم مخور از بی پولی، بی پول که دریا بی پول است. در لهجه عوام و اصطلاحات قماربازان. گفته بودی که می کنم چاره غمی فراق را، چون نکنی چیکار کنم وعده خشک و قاق را. طغری اگر کشی بجل، کم نشود حساب پول. کم بغلانه کار کن، پاکیزه کوی حاق را. بحر فریب اهل دل چند کنی پیچیر پیچیر، نیست بینای محکم قاعده نفاق را. گول خیان عشق تو بی خبرند و بی خرد، هیچ به عمر دیده ای این سر و این سیاق را. گرچه طمع بریده ام، عاشق رنج دیده ام، مفت چگونه بگذرم دعوی نام قاق را. آن که نمی شناسد او چکه و پکه بجول، اسب و خری نصیبش راست گرفته چاق را. کم بغلیم و کم بغل، لیک نیم برمجل. یار اگر وفا کند، نسیه دهد قچاق را. بخت که نیست یاورم، هرچی زنی علا زنی. رنج مدار از گله، حیرتی جفت و طاق را. رفت چی کهنه و چی نو، پاک بباز و بنده شو. چون دیگران منه گرو، کلتچه قراق را. وضع قمار پیشگان پر عجب است و این عجب، نوکری محتسب برد کرته صد یماق را. مایه این قمارها از جوی اسب محتسب، نیست زیاده پیشه کن خود سفری عراق را. بی پول اگر مدد کند، تالی نم کشیدت. کی به نظر در آورد کوکبت احتراق را. عبدالقادر خواجه سودا از جمله نوادر روزگاری خود بود. علاوه بر فضل و کمال رسمی مثل نقاشی، لواحی، رسامی، زرگری، هنرها را مثل یک متخصص می دانست. در موسیقی مهارت داشت. ادوار شش مقام را مع شعباتش ضبط و قید کرده بود. در رمل، نجوم و نیرنجات نیز حفظ داشت.
محفل آرا حاضر جواب بزلگوی و خوش محاوره بود. با خرد و بزرگ یکسان از کبر و غرور هراسان بود. در نظم چنانچه دیدیم صاحب ایجادی خارق نما و در نثر نیز ساده نویسی بی همتاست. در نثر خیلی حکایه و متایبه ها دارد، اما از بیم تطویل نقل نیافت. در تذکیره صدر ضیا در 50 سالگی در بلجوان به آب غرق شده وفات کردنش مذکور است. نرسی امیدم بر نگاری من بره، دوستان عرضی امیدم بر نگاری من بره. رحمتی بر خاطری امیدواری من بری، رحمتی بر خاطری امیدواری من بری. سینیار شرطنگم شهریاری من کجاست؟ لطف آرید مرا بر شهریاری من بری. لطف آرید مرا بر شهریاری من بری. شنونده های ارجمند، شما گفتار 46 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی. یا به من از خاک پایش سرمواری آوریم، یا مرا در گزارش اسواری من بریم. گر همی خواهی جان آسان دهم هنگامین است، جای تدبیر و تلاوت نامیاری من بریم. جای تدبیر و تلاوت نامیاری من بریم. در پریشان روزگاری گر رود عینی در جم بنشینی یاد از روزگاری من بریم. جم بنشینی یاد از روزگاری من بریم. جم بنشینی